کردیم ایروا کردیم باز بروی از این هند دادیم موتر خورد تیر رفت آمد میتونه موتر کلون اجازه اینجا ما نمیدیم وا شده این سرک هم تو شلوغ بود وا شده این سرک وا شده خیلی خوشحالیم تشکر میکنیم عمودی ترافیک. دوستان عزیز سلام و عرض ادب خدمت یک و یک از شما که از گوشه گوشه جهان ما را همراهی میکنین و کانال یوتیوب هرات پامی را دنبال میکنین. امروز آمدیم در قلب هرات باستان در پیش مناره های هرات باستان که نماد تاریخی ولایت هرات می باشه. حدوداً 10 سال می شد که راه عبور و مرور که به وسط از این مناره قرار داشت بند شده بود به خاطر از اینکه عبور و مرور وسایط نباشه. اما همین دیروز یا پریروز ایرا باز شده به روی عبور و مرور وسایل و مردم آمدیم که یک گزارش بگیریم و ببینیم که اوضاع از چی قراره. آیا مردم خوشحالن از این کار نیان و چی اجازه هایی بر مردم داده شده؟ آیا همگی اجازه دارن از اینجا عبور و مرور کنن یا نه؟ با ما باشین و گزارش رو تا آخر بیننده باشین. خب بیننده های عزیز آمدیم پهلوی یکی از راننده های شهر هرات که اینا تاکسی دارن. خواستیم نظر از اینا رو هم با خود داشته باشیم که آیا از باز شدن این را و کوتاه شدن این مسیر راضی هستن. خوشحالم ببینیم چی گفتنی ها دارم. کاکا جان سلام وقت بخیر. علیکم خوبیم خیریت صحت شما خوبه؟ تشکر. میشه که یک معرفی کوتاهی بکنید؟ اسم من عبدالصمد از باغدشتم تاکسیونر شهر هراتم. حالا همین راه کردن خیلی تشکر میکنیم مامودیت صاحب ترافیک از همکاران شما و خود شما که بیامدیم از ما سر زدیم از ما سوال میکنیم. این سرک که وا شد خیلی کارهای خوب کرده. اون سرک چیز که هست همین تمن فروشی ها میری اشور او وا شده این سرک هم تو شلوغ بود وا شده این سرک وا شده خیلی خوشحالیم تشکر میکنیم مامودیت ترافیک. خواهش میکنم کاکا جان. چند سال میشه که شما داخل شهر تاکسیونی میکنید؟ دوری طالبات تاکسیونم دالا. ماشاءالله پس عمر خور پشت اشترینگ تاکسی تیر کرد. ما سفید کردیم. خداوند به شما عمر طولانی و با برکت بده. چی رقم حالی که مسیر که وا شده وسط مناره که سرک واقعا مسیر کوتاه‌تر هم شده؟ خیلی کوتاه‌تر شده خیلی. حالی تو میرتیم دوره میکردیم باز که دوره میکردیم خیلی راه بند بود خیلی ترافیک میشد راه 1 ساعت 1.5 ساعت ما میموندیم به راه. حالی خیلی راه کوتاه شده به زیرا. چی رقم مسافرها شما هم که سوار میشن از این کار خوشحالی میکنن رضایت دارن؟ خب 100% راضی ام. از مدیر صاحب ترافیک خیلی تشکر میکنم. خیلی کارهای خوب میکنه. خیلی از اون راضی ام. تشکر کاکا جان. خیر بینید. بخیر خداحافظ شما. موفق باشین. بخیر باشین. خداحافظ شما. با ما باشین نمران عزیز. خب دوستان عزیز کنار یکی از همشهریان ما قرار داریم که اینا به ریاست شارولی هم وظیفه دارن. من علاقه‌مند شدم که از اینا هم چند تا سوال در این رابطه داشته باشیم چون اینا در این رابطه زیاد معلومات دارن و خود از اینا هم یکی از کسایی هستن که در باز کردن از این سرک به اصطلاح همکاری داشتن. سلام دوست عزیز خوب هستین ان شاء الله؟ خدا شما خوب هستی بخیر. تشکر. میشه که یک معرفی کوتاه داشته باشین خدمت بیننده؟ شکر. اسم من سید کریم است از ریاست شهرولی از بخش داغگیری هستم مسئول بخش داغگیری است. این سرک 9 سال میشد بسته بود و ما او شو دیگه ایروا کردیم تقریبا 1-2 شو میشه ایروا کردیم باز بروی از این هند دادیم موتر خورد تیر رفت آمد میتونه موتر کلون اجازه اینجا ما نمیدیم. یعنی موتورها سنگین بار اجازه رفت آمد نداره. به خاطر از اینکه ما میبینیم بعضی از دوستان مثلا داخل صفحات مجازی میگن که همین آثار بستنی که مناره‌های هرات باشه به مرور از این موتورها به اصطلاح به خطر میفته. شما مشکل وضاحت بدیم که موتورهای سنگین بار از اینجا اجازه عبور مرور دارن یا نه؟ نه نداره. این خاطر ما عین پوش کردیم که او از روی عین دیگه بیشتر بازو نمیتونه داخل رفت آمد کنه. اون خاطری که است عین پوش کردیم که موتر خورد تیر بیر میشه موتر کلون نمیتونه بیه نیم موتر سنگین بار میتونه. درسته دوستای عزیز من خود وقت که آمدم به این سرک داخل شدم
همون دیوار مناره که برداشتن، ما متوجه شدم که اونجی آهنای گذاشتن که یک اندازه معین کرده برای بعضی از موتورها، یعنی موتور سنگین بار نمیتونه از اونجی رفت آمد کنه و حتی تابلوهای زدن برای راهنمایی که موتورهای سنگین بار از اینجی عبور و مروری نداشته باشه. و این چی رقم های مثلا شهروندا از این کار خوشحالن، استقبال کردن یا نه؟ انشالله مردم خود زیاد خوشحال است. الحمدلله این خوب کار شد. این سرک که واشد مستحکم بود راز ملک مردم وصل شد. از این کوچه میره برابندی زیاد میخورد، شلوغ زیاد بود. دقیقاً واقعا امروز که میبینیم مردم بسیار خوشحالن، از اینجا رفت آمد میکنن بسیار به راحتی و مسیر هم خیلی کوتاه شده. خیلی تشکر از شما. الله شما موز بده. بخیر عافیت باشه. همراه ما باشین ببینید است. دوستای عزیز، واقعا ما امروز کامدم از این یک گزارش با همکارا تهیه کنیم. جا داره که یک چیزی یادآوری بکنم که چشم به این مناره های زیبا و برافراشته هرات باستان افتاد. واقعا ما در افغانستان زیبای خود و خصوصا هرات باستان آثار بسیار زیاد داریم، خصوصا مناره های هرات که نماد تاریخ و نماد شکوه ولایت هرات باستانه که چشم آدم رو به طرف خیره میکنه. بسیار با یک عظمت همون تو برافراشته و یک مینیاتوری خیلی خاص بروی از اینا کار شده. و جالب اینه که سالانه تعداد زیادی از گردشگران خارجی میآین و از آثار باستانی کشور ما و همچنان ولایت هرات دیدن میکنن. جا داره از این که این سرک باز شده و راهی عبور و مرور به جلو همشهریان ما باز شده، بیاین از آثار باستانی خود دیدن بکنین و ببینین که ما و شما در افغانستان که تاریخ خیلی بالایی داره و سرشار و غنی تاریخ از او، ببینین که ما و شما چی یک تاریخ و چی یک جایگاه داشتیم. سلام کجا، خسته نباشین. خوبه؟ شما خوب هستیم ان شاء الله، خیلیتی احتیار هست. تشکر. میشه یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ بله بفرمایید. معرفی کنید خود. محمد هاشم. محمد هاشم جان، شما از امی هراتین؟ بله. چند سال میشه به هرات زندگی میکنید؟ عمر ما امی هرات خیلی بزرگ شدیم امی هراته. پس شما دیگه خوب یاد میدیم که این سرک چند سال بسته بوده؟ بله چند سال بسته تقریبا. بله. به نظر شما این راه که باز کردن آیا مردم از این کار خوشحالن؟ خود شما چی حس دارین؟ خیلی هم خوشحاله. راه برای مردم استخدام خیلی بهتر شده دیگه. یا شلوغ‌گری نمیشه، مثلا راه خیلی خوب شده برای مردم. خیلی خوب شده نه؟ بله. قبلا چی رقم بود؟ قبلا راه به غیر از این که بود به کجا میرفتن؟ چه میرم؟ از پشت منارا میرفتم تا که مولوی میرفتم دیگه. خیلی ازدحام بود، خیلی شلوغ بود. حالا بیتر شد. حالا بیتر شد. تشکر کوکو جان. بخیر باشه. الله نگهدار شما. سلام. خب دوستان عزیز، دقیقاً آمدیم به جایی که قبلا جلو سرک بند شده بود و اینجا یک دیوار وجود داشت و ما آمدیم اینجا و فعلا میبینیم طبق که تصویر میبینین این دیوار رو برداشتن و راه به روی وسایل و عبور و مرور وسایل باز شده. یک چیزی که نظر من به خود جلب کرد دقیقاً این آهن‌هایی که به جلو از این راه دادن که یک اندازه مشخص تعیین میکنه و موتورهای سنگین بار و موتورهای بزرگ از اینجا عبور و مرور کردن نمیتونن. و طبقی که برای ما گفتن این هنوز ابتدای کاره و این به اصطلاح محکم کردی تر میکنن و بروی از این کار میکنن و حتی او طرف سرک که رفتم تابلوهای رو زده بودن و بروی از اونا به اصطلاح نمادهای زده بود که یعنی موتورهای سنگین بار اجازه عبور و مرور از این راه ندارن. خب بینندگان عزیزی بود گزارش کوتاه از باز شدن سرک مناره ها. خوشحالی مردم دیدیم و از اونا پرسیدیم و یک حس خوب داشتن و دقیقاً مسیر هم خیلی کوتاه شده. این راهی که از دروازه ملک میره به سمت تانگ مولوی و ترمینال مسافربری ولایت هرات. قبلا باید از سرک منارها میپیچیدیم با موتر یا وسیله‌ای که داشتیم، دور مناره رو دور میزدین، باز کلینیک مناره رو میرفتین، از طرف باغچه مصطفی باز پس میامدین به این سرک. اما فعلا که این راه باز شده مسیر هم خیلی کوتاه شده و ازدحام هم خیلی کم شده. قبلا خیلی وقتا میشد که سرک به دل منارها همیشه بند بود و ازدحام بود و بروی مردم اگر کار وظیفه چیزی داشتن همیشه ناوقت میشد. تا گزارش بعدی شما رو به حضرت حق میسپاریم. الله یار و نگهدار شما.